فقط اینجا رو نگاه بکنید. آقا این استخمایی نیست، اینجا تالاب انزلیه. این ماهیای بدبخت به ما پناه آوردن تو این باریکه آبی که قایق موتوریا رفت آمد میکردن. الان قایق موتوریا بالا هم دیگه نمیتونن برن تالاب. به زور خودشون رسوندن این ماهی‌ها اینجا داشتن خفه میشدن. ماهیای کپور، ماهیای اردک ماهی. ما چیکار کردیم؟ یه دونه پمپ گذاشتیم اینجا اکسیژن سازی بشه برای اینا، بتونن تنفس بکنن، بتونن زندگی بکنن. من چی بگم آخه بره؟ به خدا اینقدر گفتیم خسته شدیم حضرت عباسی. ما میگیم آقا اون خروجی ها رو نکنین، اون بالا رو سد نزنین، فلان کار رو نکنین، بذارین طبیعت خودش احیا بکنه. مادر طبیعت به داد اینا میرسه، مادر طبیعت به داد اینا میرسه. نکنید این کار رو با ما. نگاه بکنید تو رو به قرآن. پمپ گذاشتیم به ماهی اکسیژن برسه، خفه نشن این حیوانیا.